سلام، من یونیس هستم از شرکت ژس تایوان. میخواهم سرم اسید هیالورونیک ثبت اختراع شده سس خودمان را به شما معرفی کنم. امروز اینجا هستیم تا درباره یکی از جنبه‌های اساسی پیری پوست که همه ما را تحت تاثیر قرار می‌دهد صحبت کنیم. در سمت چپ تصویر پوستی جوان و سرشار از کلاژن را می‌بینیم. اما با گذشت زمان پوست ما دچار تغییراتی می‌شود که در تصویر سمت راست دیده می‌شود. کلاژن و توده عضلانی کاهش می‌یابد و این باعث ظاهر شدن خطوط ریز و چین و چروک روی سطح پوست می‌شود. برای مقابله با این نشانه‌های پیری بسیاری به تضریف اسید هیالورونیک روی می‌آورند تا فرورفتگی‌ها را در نواحی بدون حرکت صورت پر کنند. ژس دو نوع اسید هیالورونیک با مشخصات مختلف تولید خواهد کرد. یکی از آنها درجه پزشکی است و دیگری درجه آرایشی. هر دوی این محصولات به صورت مایع هستند، نه ژل. نوع پزشکی به طور خاص برای نیازهای تظریف پزشکان به عنوان تقویت کننده پوست طراحی شده است. نوع آرایشی برای استفاده موضعی روی پوست در نظر گرفته شده است. با این حال آزمایش‌های بالینی تایید کردند که اسید هیالورونیک موضعی ما می‌تواند به تمام لایه‌های پوست نفوذ کند. ژس از فناوری تجزیه حرارتی برای شکستن وزن مولکولی بالا به اسید هیالورونیک با وزن‌های مولکولی مختلف استفاده می‌کند. در حال حاضر ما می‌توانیم اسید هیالورونیک را تا 9 وزن مولکولی مختلف که آن را 9 ولد می‌نامیم تجزیه کنیم. بسیاری از افراد معتقدند هرچه اسید هیالورونیک کوچکتر باشد بهتر به پوست نفوذ می‌کند. این تصور فقط تا حدی درست است. آزمایش‌های داخلی در ژس نشان دادند که مولکول‌های بزرگتر نزدیکتر به سطح باقی می‌مانند در حالی که مولکول‌های کوچکتر به عمق بیشتری نفوذ می‌کنند. بنابراین استفاده از اسید هیالورونیک با وزن‌های مولکولی مختلف می‌تواند لایه‌های متفاوت پوست را هدف قرار دهد. آزمایش‌های بالینی در بیمارستان دانشگاه ملی تایوان نشان دادند که پس از 8 هفته استفاده زمانی که اسید هیالورونیک ژس به رنگ آبی رنگ‌آمیزی شد به طور موثری به تمام لایه‌های پوست نفوذ می‌کند. در نتیجه رویکرد نوآورانه ژس در فناوری اسید هیالورونیک استاندارد جدیدی را در مراقبت از پوست و زیبایی پزشکی ایجاد کرده است. ما با بهره‌گیری از تکنیک اختصاصی تجزیه حرارتی خود 59 دشت را با وزن‌های مولکولی مختلف تولید می‌کنیم که هر کدام برای هدف قرار دادن لایه‌های خاصی از پوست و دستیابی به بهترین نتایج طراحی شدند. آزمایش‌های بالینی ما تایید کردند که اسید هیالورونیک ژس به طور موثری به تمام لایه‌های پوست نفوذ می‌کند و جوانسازی کامل را از سطح تا عمیق‌ترین لایه‌ها فراهم می‌سازد. این دستاورد نه تنها باورهای سنتی را به چالش می‌کشد، بلکه راه را برای درمان‌های پوستی موثرتر و چند منظوره هموار می‌کند. با ژس آینده مراقبت از پوست فقط به بهبود سطحی محدود نمی‌شود، بلکه درباره تحول پوست از درون است. متشکرم.